افغانستان منطقه در دوره حفیظ الله امین مخصوصا شدت یافتن مناسبت‌های ملی و حرکت‌های افراطی دینی، رقابت سخت اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا برای نفوذ در افغانستان و منطقه اثر قدرت بود. و البته مبارزه دوجناح حزب خلق دموکراتی افغانستان، پرچم‌ها و خلقی‌ها که تا آخر آنها متحد نشده بودند و اختلاف‌های نظر داشتند، برای وجود آمدن یک قوه واقعاً واحد که افغانستان را به سوی ترقی و وحدت راهنمون سازد امکانیت نمیداد و ضعف‌ها و بنابراین هرچند کوشش‌هایی که از طرف ببرک کارمل و فرزندان دیگری افغانستان که در رهبری حزب خلق دموکراتی افغانستان قرار داشتند متاسفانه میسر نشد. ولی اصلا ورود ارتش شوروی را بسیاری ها به نام ببرک کارمل ارتباط میکرد. این چندان صحیح نیست، زیرا تا جایی که مشاورین شوروی و مشاور نیروی سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی که در نزد ببرک کارمل بود، آنها تاکیداً بارها میگفتند که وقتی که حفیظ الله امین قدرتش بیشتر پایدار میشد و علیه ترکی قرار میگرفت، از اتحاد شوروی چندین بار هم با نامه و هم شفاهن وقتی ملاقات با زعمای اتحاد شوروی تقاضا کرده بود که ارتش اتحاد شوروی وارد شود به افغانستان تا که دشمنهای افغانستان نتوانند افغانستان را به یک گرداب دیگری وارد نکنند و حفیظ الله امین از شخصهایی است که صحبت‌های مخفی گویا با امریکا دارد و از این خاطر اتحاد شوروی را در اینجا محدود کرده است. و به هر حال وقتی که حفیظ الله امین سقوط کرد و اونم چگونه بود شما خوب می‌دانید و در همین دوره آمدن ببرک کارمل به سر قدرت، البته با امداد اتحاد شوروی و چند مدت به تاجیکستان آورده بودن و از تاجیکستان باز به افغانستان و در افغانستان در همین دوره فعالیت مخصوصا اطلاعاتی تحقیقکارانه خیلی زیاد شده. از طرف اولا در همون دوره مناسبت اتحاد شوروی و چین مشکل بود. از طرف دیگر پاکستان میخواست که نفوذ خود را به افغانستان خیلی زیادتر کند، بیشتر کند. از جانب دیگر ایران نیز دشمن افغانستان شده بود، چون که اتحاد شوروی نفوذش زیاد میشد. خلاصه افغانستان در یک گرداب بزرگی قرار گرفت که عاقبت و تقدیر سرنوشت اتحاد شوروی نیز بی تاثیر نماند. و در بین مشاوران اتحاد شوروی، مشاوران حزبی که هم در منطقه ها بودن، در ولایت ها بودن، سازمان های حزبی خلق دموکراتی را تأسیس می‌دادند، تقویه می‌کردند، شخصان دانشمند و صاحب تجربه زیاد بودند. ولی یک قسم آنها که از نشون کنار اتحاد شوروی که با شرایط آسیای میانه و حتی تاجیکستان و ازبکستان اینجا آشنا نبودند ولی رفته بودند، آنها به عوض مشوره‌های خوب تحت تاثیر این یا آن گروه قرار می‌گرفتند و بنابراین چندان موفقانه عمل نمی‌کردند. ولی قسم زیادی اون مشاوران که از مسکو،
از تاجیکستان، از ازبکستان رفته بودند. آنها برای پیشرفت کارهای حزبی و عموما تحکیم دولتداری افغانستان خیلی کوشش میکردند. مثلا من می‌دانم که از تاجیکستان از مشاورین حزبی عبدالواحد حاجی کارمندی کمیته مرکزی حزب کمونیست اینجا، سراج الدین نصیبی، شادی شبدال، سبزعلی صوفی و از ازبکستان ثابت خان قربان، اینها در کار خیلی موفق بودند و احترام کارمندان عالی افغانستان را نیز حاصل کرده بودند. و باید گفت که من اصلا عضو حزب کمونیست نبودم در آن دوره، مرا وقتی دعوت کردن اول در ولایت کابل و مشاور مرا ترجمان تعیین کرده بودن، مشاور حزبی بود. اون وقت صاحب کاروان منشی کمیته حزبی کابل بود و در شهر نیز منشی علاهیده بود، دیگر کس بود و به تدریج مرا راهبر گروه مترجمین کمیته مرکزی حزب کمونیست در نزد حزب خلق دموکراسی افغانستان تعیین کردم و هرچند میگفتم که من عضو حزب نیستم، دیگرها هستند که عضو حزب کمونیست هستند، در این وظیفه حزبی من شاید مناسب نباشم، لیکن راهبران حزبی در همونجا گفتند که موافقت کردیم تو باید کار کنیم، حساب کنیم که عضو حزب هست. مرا یک سال قبل در اینجا با عضویت حزب قبول نکرده بودم، شخصی آماده هنوز نبود. خب این کارها بود و بعدا یک نفری رفته بود و حیث مشاور اسنپ کرد که بعدا معاون وزیر امور داخلی اتحاد شوروی شد. شخص خیلی پاک‌وجدان و دلسوز بود و بنابراین وقتی که در ولایت کابل کار میکرد و در شهر کابل هم کار کرد و حیث مشاور از من خواهش کرد که هر روز 20 کلمه به من نوشته بده دلیل من اون را حفظ کنم، زبان را یاد بگیرم. اون وقت 6 ماه برای مشاوران مهلت بود، بعد از 6 ماه به وطن عودت میکرد و من گفتم 6 ماه کار میکنه اینجا چرا ترانسپورت بود که کسی که به یک جا میرود فرهنگ اون مردم را باید احترام کنه و من به خاطر احترام و فرهنگ افغانستان با اونهایی که کار میکنم و همچنین میدانم که اینجا تاریخ خیلی هم غنی دارد، مردم تاجیک از جمله و خیام اینها میخواهم که اصل زبان را آموزم و واقعا هم در یک مدت کوتاه در 2 ماه به طور عادی میتوانست که معاشرت بکنه، صحبت بکنه. از این خاطر چنین شخصانی هم بودند که صاحب فرهنگ بودند، دانشمند بودند و برای حقیقت برای آرامش افغانستان کوشش میکردند، مشوره ها میدادند. و لیکن شخصانی هم بودند که واقعا از زبان و رسم و آیین و شرایط افغانستان چندان واقف نبودند و بنابراین در کارشون چندان موفق هم نبودند و حتی همه هستم که بر روسی چند شعر و دوستان افغانستانی و به افغانستان بخشیده نوشته بود و من بعدی ترجمه کرده بودم در روزنامه حقیقت انقلاب ثور، انیس و تبریزی صاحب احترام. و منظور این است که واقعا بابرک فرمان وقتی که مشاوری نیروی سیاسی و افغانستان آمد و مرا دعوت کرد که صحبت شد و همراه من کار میکنیم و من با هم مشوره میدیم و همراه بابرک فرمان باید یکجا کار کنیم. و از اون وقت ما با دفتر ما و کوتی باغچه که در داخل قصر است و همه جا کچیدیم، در یک قسمتش
مشاور شورای انقلابی سلطان رجبوف که وزیر تاجیکستان بود اومدم کار میکردم. واقعا شخصی کمی تندمزاج بود ولی شخصی که بسیار دوست افغانستان و میخواست که افغانستان آباد باشد. بابرک کارمل و سلطان رجب خیلی اعتقاد احترام داشت چون که شرایط افغانستان را خوب این شخص میدانست و بعضا آشکارا مشاورین حزبی روسی را انتخاب میکرد. جسارت داشت که کمی برای عزت نفس اونها که میرسید اونها و سلطان رجب یک نوع پنهانی نیز خصومت پیدا کرده بودند و شاید این برای آینده سلطان رجب هم تاثیر کرده باشد. و خب اصلا از کشمیر بود و کابل آمده بودن برای که اگر پشتون نباشد جنرال شدن ممکن نبود و کارهای دولتی امکان نبود و ملت خود را پشتون نوشته بود و مادر بابرک کارمل تاجیکی اصیل از کمری کابل بود. بنابراین بابرک کارمل در صحبت هایی که میشد اصلا آغاز جلسه ها را چند جمله و پشتو صحبت کنند لیکن کاملا و دری صحبت میکرد چون که اصلا فارسی زبان بود. این یک دیگر اینکه بابرک کارمل شخص سیر مطالعه دانشمند و خیلی متواضع و یک وقتی بود که ما نمیفهمیدیم که این قصر چگونه قصر است. وقتی میتینگ میکردیم از پهلوی قصر میگذشتیم مرد و شاه میگفتیم و هر چیز میگفتیم تصور میکردیم که شاه اینجا نشسته است با این چنگال و قاشق‌ها و طبقهای طلایی زری خوراک میخورد و تعریف میکند. ما آمده دیدیم که اینجا یک قفسی طلایی بود است مخصوصا در این دوره که بیرون برآمدن مشاورین اتحاد شوروی محافظین که از جمله اتحاد شوروی بودن جنرال‌ها و بابرک کارمل در صحبت‌ها همیشه مشاورین را با اصلاح میکرد، اشتباهشون را یا نظرشون را خیلی مؤدبانه. ولی وضع افغانستان را که خوب میدانست و مشاورین حزبی سفیر اتحاد شوروی و بعضی جنرال ها مثلا من شاهد آن بودم که و مارشال سکلوف و مارشال اخرمی که اونها خیلی شخصیت های بزرگی نظامی اتحاد شوروی بودن بعضا ایرادها را خیلی مؤدبانه بیان میکرد. مثلا روزی با ابرای زمانیان که مشاور تلفن شد که برای بابرک کارمل بیم. رفتیم بابرک کارمل قیافه خیلی هم جدی و غم‌انگیز داشت. باز نشستیم کمی با تبسم صنعی استقبال کرد و زمانیان که مشاور گفت که رفیق زمانیان ما از طریق دیپلماسی خلقی مردمی نیست کوشش میکنیم که مردم را به هم آوریم سازش به وجود بیاد ولی بعضا از طرف نظامی های اتحاد شوروی چنین کارهای صورت میگیرد که کارهای ما و شما که میکنیم به هدر میروند. مثلا دیروز دو دیه با هم آشتی کردن یک توی عروسی هم در یک میدان بزرگی سازمان دادن تیاری جت شوروی رفت است بمبارد کرده است. اون توی اون عروسی با ماتم تبدیل کرده است. این را چگونه توضیح کنید؟ این کاری که همه ما از اتحاد شوروی سرکرده تمام میکنیم
چون این کارها صفر بده. در زمانی هم گفت که بسیار کاری ناخوب شده است، ما این تحقیق میکنیم و محمد کارمند گفت که اون نظامی ها را دعوت کنید تا سفیر. سفیر آمد، مرشد سکلوف، اخرمیف آمد، اخرمیف مرشد بود، گنرال ارمی بود و 5 نفر بودیم. وقتی بابرک کارمند صحبتی خیلی جدی کرد هم گفت که چیکار میکنیم؟ بعدا صحبتی خیلی جدی بود. اونا هم عضو خواستن، گفتن که خود همینطور شده است ولی ما تحقیق میکنیم تا جایی که ما میدونیم خود افغان ها کاردینات را برای این هواپیماهای اتحاد شوروی نادرست دادن و همون نقطه رو دادن که برباد کردن، مثل اینکه همونجا دشمن جمع آمد. بعد بابرک کارمند گفت که وی در نزد تاریخ نام ناسیان نشد. گفت که یا زمام اداره افغانستان را شما به ذمه بگیرید و اعلام کنید که بابرک کارمند در اینجا وظیفه ندارد، یا کاملا اختیار اداره را به من بدید، مسئولیت را از من تقاضا بکنید، طلب بکنید و من افغانستان را اداره کنم. اینطور نمیشد که شما یک کاری کنید به نام من باشد. اینو خیلی جدی سریقه بود. از اونجا در آمدیم، اونا گفتن که ما میبینیم. بعد اخرمیف و مرشد سکلوف که میرفتن، من در کفا بودم، گفت که بسیار خوب شد که به غضب آمد، فکرش رو فهمیدیم. و بعد از این نیز بابرک کارمند برای متحد کردن قوای مسلح خیلی کوشش کرد و یک جلسه بزرگی برگزار کرده بود با نظامی های افغانستان که خیلی از نظامی ها زیاد بودن، بیشتر از 3000 نفر. 6.5 ساعت بابرک کارمند بدون کدام کاغذی نوشته سخنرانی کرد و وضع افغانستان را، ضرورت متحدی و وطن پرستی قوای مسلح را و وظیفه هایی که باید مردم افغانستان در مقابل دشمنانی که در اطراف هستند متحد باشند و آینده دولت واحدی سعادتمند به وجود بیاید، این مسئله ها را مطرح کرد و واقعا سخنرانیش ناطق بود. بابرک کارمند خیلی استقبال گرم داشت، بارها با این کفکوبی ها استقبال میشد، تنفس شد در یک تفریحی که بود، در یک اتاق در آمده اونجا سفیر اتحاد شوروی بود، بابرک کارمند بود، مشاوران چند نفر بودن و اعضای بیروی سیاسی حزب خلق دموکراتی نور احمد نور، صالح محمد زیره و دستگیری پنجشیری بودن. دستگیری پنجشیری از دست من میگرفت، گفت که رفیق کرامت الله اینجا بیا، این بابرک کارمند اینا جنرال زاده هستند، اینها همه خلق را نمیخونند، ما خلقی هستیم، بیا با هم را بنشینیم، تو تاجیک هستی، من تاجیک هستم. اینو بلند گفت بابرک کارمند میشونیم. من در خجالت بودم، من گفتم که رفیق پنجشیری شما بسیار مذاق میکنید در صحبتاتون، اتحاد خوب با بابرک کارمند دارید در رفیق کارمند. نه گفت اینا جنرال زاده هستن، افغانستان را آباد نمیکنن. اینطور یک اختلاف نظر من در همونجا با خلاصه آمدم که تاجیک چگونه ساده است برای وحدت و برای کشورش، برای سازش کردن در یک حزب است، باز اختلاف نظرش را همیشه آقای پنجشیری وقتی که دوشنبه هم بعد از چند وقتا آمده بود در خانه ما مهمان بود، صحبت میکردیم، من گفتم که آقای رفیق پنجشیری شما همه با بابرک کارمند اینها باید
خیلی نزدیک میشدیم. وحدت افغانستان لازم، وحدت ایست لازم بود. میگفت که همه خیلی ما برای غلط با رفتیم باید متهم میشدیم. بعد از اون که آبها اثر جاری شد دیگه این رفت نداشت. و مسئله دیگر مورد کارمان برای واقعیت تاریخ را برقرار کردن خیلی کوشش میکرد. یا صحبت نماینده های اکادمی علوم اتحاد شوروی افغانشناسا با رهبری دوریانکوف اخراموویچ و باید نفرزن رفته بودن. اونجا صحبت شد. تقریبا 40 دقیقه مورد کارمان درباره سیاست‌های بریتانیای کبیر و روسیه از دوره‌های پیش نسبت به افغانستان صحبت خیلی جدی کرد. ما در حیرت بودیم که این چقدر دانش وسیع درباره افغانستان و سیاست‌های دولت‌های دیگر داشته است. ما سندها را آنها برمی‌کرد. باید با دوریانکوف نگاه کرده بود که شماها افغانشناس هستید و سیاست اتحاد شوروی آمد به افغانستان شاید تأثیری داشته باشه. شما میدونید که در افغانستان کدام ملت‌های زندگی دارند. دوریانکوف بود که خب میدونید پشتونا هستند، اکثریت اهالی، بعدا تاجیک‌ها هستند، ازبک‌ها هستند، هزاره‌ها هستند، ترکمن‌ها هستند، بلوچ‌ها هستند. اینها مردمانی که خیلی کم نفوس هستند. و مورد کارمان بود که تاجیک‌ها نفوس تاجیک‌ها چند است؟ و گفت خودش که تا جایی که من میدانم در اثرهایی که در اتحاد شوروی نشر میشن نفوس تاجیک‌ها هیچ وقت از 2 میلیون بیش نمیشه. چرا اینطور است؟ دوریانکوف خاموش بود. به سوال چرفته نشد. گفت که خب شاید از این کمی بیشتر باشه. ممکن نیست. در از در پشتش در دیوار نقشه افغانستان بود و یک قلم دراز داشت که اشاره شد. این بدخشان کاملا تاجیک است. این تخار، این بادغیس، این سمنگان، اینش تاجیک، اکثرش تاجیک رو پشتون، تاجیک رو ازبک آمد. بلخ بود که اکثریتش تاجیک است، ازبک‌ها هستند، ترکمن‌ها هستند. آمد کوهستان این طرف مرکز چاریکار و اینجا ها بود که کاملا تاجیک هستند. کابل بود 95% تاجیک است. و بعضا گفتیم نشنالیست‌های پشتون وقتی که ضبط کردن تاجیک‌ها را از زمین‌هایشان راندن، قسم زیادش را خواستن که پشتونیسم را جاری کنند. این بی‌عدالتی نسبت به تاجیک‌ها هستند. تاجیک‌ها بود اینطور. تاجیک‌ها ملتی متمدن‌ترین در افغانستان هستند. پشتونها را هم همینها متمدن کردند. شما تعریف افغانستان امروز اگر گفت 19 میلیون نفوس داشته باشد، از این 8 میلیون پشتونها، 8 میلیون تاجیک‌ها، 1.5 میلیون خب هزاره‌ها و ازبک‌ها و دیگرها باقی مانده. ولی از بس که هزاره‌ها ازبک‌ها، چهارمحمدها اینها که فارسی زبان هستند، تعداد فارسی زبان‌ها در افغانستان از پشتو زبان‌ها خیلی زیادتر است. بنابراین در حق تاجیک‌ها تاریخ جور کرده است. باید اصلاح شود. شما در علم اتحاد شوروی که هستید این اشتباه‌ها را باید اصلاح کنید. و این عالمای اتحاد شوروی اینطور سپارش بود. و از اونجا باز در همین جا یک چیز گفت که یک صحبت دیگر هم بود که سفیر اتحاد شوروی در اونجا بود، مشاوران بودن
این در اینجا دویم بار صحبتش بود، گفت که ما خواهیم که افغانستان واقعا آرام باشد، در پهلوی اتحاد شوروی باشد. ما نقشه دولت افغانستان را از لحاظ ملی طوری که سیاست لنینی در اتحاد شوروی حل کرد باید همینطور ما حل و فصل کنیم. اگر همین کار را نکنیم افغانستان هیچ وقت آرام نمیشه، نشنالیزم همیشه بالا میره. و گفت که به نظر من گفت افغانستان یک دولت واحد باید باشد، دو جمهوری باشد، جمهوری تاجیکستان و جمهوری پشتونستان، و در داخل جمهوری تاجیکستان ولایت های خودمختاری هزارجات ازبک ها باشند، در داخل جمهوری پشتونستان ولایت خودمختاری بلوچستان. و در این صورت ادارات مرکزی دولت باید از تمام ملیت ها عبارت باشد و اداره تا دمی که همین کار نشود افغانستان آرام نخواهد شد. و بنابراین گمان نکنید که ما تاجیکستان میگوییم اینجا ما دعوای تاجیکستان یا ما قلمرو اتحاد شوروی رو داریم، بلکه اصلا این فکر نیست. ما دوستانه زندگی میکنیم، همسرد هستیم، لیکن حقیقت تاریخ و در وقتش به تاجیکای تاجیکستان هم جمع شده که تاجیکای زیادی از قلمرو خود تاجیکستان خارج مانده بودند، لیکن آنها راضی هستند از زندگی امروز، این پرابلم وجود ندارد. ولی در افغانستان ما پیش بودیم که همین سیاست لنینی باید عملی کرد. و این نظریه مملکت کارمان را درباره دولت سازی در افغانستان برای همین چیز افاده میکرد. و یک مملکت کارمان با اندروپوف خیلی مناسبت خوب داشت. وقتی برژنف فوت کرد برای دفن برژنف رفته بود، از اونجا با چهره خود راضی آمد و گفت که هرچند که تلفات بزرگ بود وقتی رفت برژنف، ولی با رفت اندروپوف ما هم صحبت شدیم، درست توجه به افغانستان دارد، بنابراین صحبت ما خیلی خوب بود. از این صحبت لازم بعد از اون که بعد از چند مدت اندروپوف وفات کرد، رفت چرنیکا منشی عمومی حزب کمونیست انتخاب شد. گفت که آمد چندان خوش نبود رویه‌اش. گفت که رفیق چرنیکا گفت بیمار بود، مصروف بود. رفیق گرباچوف مرا پذیرفت. و رفیق گرباچوف بود صحبت کوتاهی بود و معلوم میشد که او خیلی اصلاحاتگر می‌نماید. خدا عاقبت کار را بخیر کنه. یعنی مملکت کارمند چهره شناس و همچنین شخصیت را خیلی خوب با دیدن از صحبتش میشناخت و گرباچوف رو با همین سخنش افاده کرد که اصلاحاتگر است و خدا آخر کار را بخیر کنه. یعنی از درباره گرباچوف معلومات کافی اون دولت و مقصدهایش واقف بوده است. از این جهت مملکت کارمند برای رواجی زبان دری، حفظ زبان دری هم زبان پشتو کوشش میکرد، ولی میخواست که مردم تاجیک در افغانستان جایگاه خود را پیدا کنند، بی‌عدالتی ها اصلاح شد. زیرا میگفت که نشنالیسم پشتو برای متحدی ملت ها خلل میرساند و باید نقش تاجیک ها
در افغانستان چنان که هست در تاریخ چنان برقرار باشد و بنابراین در همون دوره با سفارش بابرک کارمل افغانستان در مسیر تاریخ کتاب محمد غبار نشر شد و همچنین مثنوی معنوی جلال الدین بلخی نشر شد. کتاب‌های دیگری هم از تاریخ این چیزا نشر شدن ولی یک دوستان ما که در مهمتون کابل استادا بودن از تاجیکستان رفته بودن با خواهش بعضی از دوستان افغانستانی کتاب تاجیکان غفور رو برگردان میکردم از روسی ولی من که زود آماده میرفتم من با رفقا گفتم که به تاجیکی این کتاب ترجمه شده است و نشر شود شما زحمت نکشید. استاد آسیمی اونجا رئیسی اکادمی علوم بودن من آمدم اولشان گفتگو کردم خب کتاب را یک نسخه گرفته رفتم هنوز به نشرش اجازه نبود و رفیقا با روشن رحمانی با پروفسور صدیقی کتاب را دیکته میکرد از تاجیکی و ادبی نقل مینوشت و کتاب تهیه شد اما یک وقت و چاپی که کتاب اجازت ندادن یعنی یک گروهی از متعصبان پشتو زبان که در آنجا بودن این کتاب را حفظ کردن و کتاب چاپ شد. گفتگوها تا سفارت رفت سفارت هم کاری نکرد. من با بریالای و نجم‌الدین کاویانی خواهش کردم گفتم که این کتاب آخر برای نه تنها برای تاجیک‌ها برای دیگران در کار است رفیقا برگردان کردم این نهایت کار تا با خود بابرک کارمل رسید با سفارش اون بیواسطه این کتاب بعدا جلد شد و تهیه شد دسترس شد و وقتی که نجم‌الدین کاویانی این کتاب را گرفت در ایران چند روز با مطالعه اون مشغول شد و در روز به من گفت که من 3 شبانه 3 روز تفریح نکرده همه کتاب را خواندم و واقعا گفت افتخارم چند درجه بلند شد که تاجیک بودم. من گفتم تاجیکی نشنالیست نشوید گفت ما تاجیکی هستیم گفت تاجیک هیچ وقت ملتگرا بوده نمیتواند لیکن رفیق کارمل همیشه میگویند که آن چیزی که ضربه به تاجیک‌ها همیشه زده است نامتحدی آنهاست. از منطقه‌های گوناگون هستند هر کدامشان کوشش میکنند که خودشان سروری منطقهشان باشند اتحاد عمومی حاصل بوده شده است. بابرک کارمل برای بالا رفتن شعور خودشناسی و اتحاد قوم‌های ملیت‌های افغانستان خیلی کوشش میکرد و همه حسن نیت و نظری نیت داشت به هر یک ملت یعنی درباره تاجیک‌ها قبض داشت این چنین معنی نداشت که آنها را ضد دیگر ملت‌ها مقابل بذارد بلکه حقیقی تاریخی را میخواست که برقرار کند. این یک دیگر اینکه تاجیک‌ها میگفت شخصیت‌های متمدن هستند و هر کسی که صاحب وظیفه پشتون یا دیگر ملت میشود حتما میخواهد که یک زن تاجیک داشته باشد چون که برای مهمانداری دیگر کارها و پس و مهماندوازی تاجیک‌ها مدنیتشون یا فرهنگشون بلند است. بنابراین هر یک کسی که وزیر شد از پشتون باشده باید کوشش میکند که از این تاجیک داشته باشد. همینطور شوخی هم باز میپرسید که اگر راتبزاد اناهیتا راتبزاد چی میگویی؟ رفیق اناهیتا بگو سریع است. و دیگر اینکه بابرک کارمل نقشه خیلی جدی داشت که حزب‌ها متحد شوند. بنابراین همون حزب‌هایی که سیستم ملی میگفتند و آزان طاهر بدخشی و دیگرها بودند
با مشوره البته مشاورین اتحاد شوروی برای اونها را با اطراف حزب خلق دموکراتی بسیج کردن و متحد کردن کارهای صورت گرفته. این کار دکتر نجیب هم سهم داشت، نور احمد نور و نجم‌الدین کامیون. ما همراه راهبران آن حزب‌ها صحبت میکردیم و آنها خیلی هم تعداد زیادشون و حزب خلق دموکراتی وارد شدن، متحد شدن. اما بعضی کارهایی که در دوره گرباچوف و سر قدرت آمدن گرباچوف فاجعه در تنها برای افغانستان شد، البته برای تمام اتحاد شوروی، چون که بابر کارمل سخنش من به شما گفتم گرباچوف در حقیقت در این نپره دست سالهای سال همراه یک شورناس گرباچوف اینها همه خواهین‌های حزب کمونیست و اتحاد شوروی بودند و گرباچوف در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود که من برای آنکه اتحاد شوروی را حزب کمونیسم را از بین برم اول قدرت لازم بود و واسطه قدرتی که در حزب دولت داشتم اول سرورهای کشورهای سوسیالیستی اطراف را من باید دیگر میکردم و در حقیقت خانه کرد دیگران را نهایت بسیار بی‌آبرو کرده از سر قدرت بود کرده و بابر کارمل هم به همین جا شامل بود و یکی از سبب‌هایش البته همین سبب‌ها زیاد بود برای کاری که در دوره گرباچوف شد برای باز هم متحد شدن قوه‌های اصول انقلابی و ضد دولت دموکراتی افغانستان سفردار شدند و امروز نتیجهش این است که طالبان به سر قدرت آمدند و بنابراین وقتی به شخصیت بابر کارمل ما بها میدیم اولا باید بگوییم که بابر کارمل در اداره کردن افغانستان دست کوتاهی بکشه، چون که اتحاد شوروی شخصیت هایی که مشاوران سیاستمدارای اتحاد شوروی 100% اختیار اداره افغانستان را به دست نداده بود. دیگر اینکه اشتباهایی که ارتش اتحاد شوروی و مشاوران اتحاد شوروی کرده بودند برای تبدیل بابر کارمل نیز نقش منفی داشت. لیکن بابر کارمل نیت بسیار بزرگ نیت داشت که مردم افغانستان را متحد کند، هر ملیتی که در افغانستان است جای خود و قلمرو خود را اشغال کند، فرهنگش ترقی یابد و تمام ثروت‌های طبیعی و اقتصادی امکانیت‌هاش زیاد بود و افغانستان می‌تواند که یکی از دولت‌های پیشرفته منطقه شود. این آرزو داشت ولی آرزویش جامعه عمل نکشید. این بود چندی از پاره خاطره‌های من که بی‌واسطه شاهد بودم درباره بابر کارمل.